تو این ویدیو میریم سراغ سوپر میلیاردرهای سطح شهر، از گردشاشون، از خرید کردنشون، از نمایشگاه ماشین و دورهای شبانهشون، حتی میریم تو شهرک ممنوعی که هیچکس نمیتونه بره و ویلا متر 1 میلیارد تومنه. از اون میریم داخل میوه فروشی و قیمت میوه ها رو میبینیم تو اون محله ها و بعد از اون برم میریم سراغ باشگاه های بدنسازی که شهریه سالانشون تا 200 میلیون تومنه، پر از رستوران فوق لاکچری، هر چیزی که فکر کنید این قشر خاص میتونن انجام بدن و تقریبا با هم دیگه تو این ویدیو میبینیم. با من همراه باشید بریم ببینیم تو دل این شهر به این بزرگی سوپر میلیاردرها چی کار میکنن. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. همونطور که الان میدونید دقیقا خیابون فرشته تو الهیه هستیم، یه جایی که خیلی از این عزیزانی که شما میبینید بچهای آدمای پول دارن، شاید هیچ کدومشون تو زندگیشون یک بارم کار نکردن، چرا که خیلی هاشون ممکنه از درآمد پدر مادر یا حتی ارثی که بهشون رسیده. حالا من کاری ندارم که این پولداری از کجا اومده و به چه سبکی بوده، ولی خب اینا جزء قشر خواستن. تو این ویدیو خیلی جاها میریم دوره خواهیم برگشت اینجا. یه سر بریم تو شهرک ممنوعه لواسان. اینجا دقیقا شهرک لواسونه. لواسون یکی از شهرک های خیلی خاصی داره به اسم باستي هیلز. شاید خیلیاتون اصلا اسمشو نشنیده باشید. تو اینجا یه قشر خیلی خاص زندگی میکنن که قیمت این ویلاها از متری 800 میلیون تا 1,200,000,000 تومنه. یعنی یه اعداد نجومی. چه شخصی میتونه اینجا زندگی کنه؟ نگاه نکنید به این درختای پاییزی. اینجا تو فصل بهار یه بهشت برینه، یعنی یه جوری تغییر میکنه شاید خیلیاتون تصورم نمیکنید که چقدر حساد عجیب غریبی میتونه این شهرک به شما بده. با هم برگردیم به شهر. نمایشگاه ماشین رو میبینید. الان این مازراتی کم کم بین 15 تا 20 میلیارده، بی ام دبلیو حداقل 20 میلیارده، بازی مازراتی، بازی بی ام دبلیو. قیمت همین نمایشگاه ماشین، همین ویترین سادهش فکر میکنم بیشتر از 200 میلیارد تومنه. چه شخصی میتونه اینجور ماشینایی سوار شه؟ همیشه قشر خاص، همونایی که میتونن ویلای متر 1 میلیارد تومنی بخرن. دوره برگشتیم سمت فرشته. شاید الان خیلیتون بگید قیمت میوه و گوشت و اینا شاید تو محلهای شما هم یکی باشه، ولی خیلی چیزا باز اینجا فرق میکنه. برای مثال اگه بخوام بهتون بگم قیمت رستوران ها و کافه هایی که اینجا وجود داره زمین تا آسمون با هر کافه‌ای که شما تصورشو میکنید فرق میکنه. الان به عنوان مثال یکی از رستورانی که اینجا خیلی معروفه، منوی غذاییشو براتون یکی یکی میگم. ببینید واقعا این قیمت رو هر کسی میتونه ازش بر بیاد. با هم دیگه منو رو ببینیم. این گوشه تصویر، همونطور که گوشه تصویری دنده کامل گوسفندی 2,500,000 تومان که برای 2 نفره. یه استیک 700 گرمی تقریبا 2,850,000 تومان. یه کوبیده معمولی، کوبیده که خیلیاتون همه جا میخورید، الان اینجا یه سیخش 915,000 تومان. از اون ور حالا نگاه کنید قسمت ساندویچی. حالا یه ساندویچ راحت الحلقوم 615,000 تومان، دنده گوساله 2,100,000 تومان، یه سالاد گوجه و پیاز 230,000 تومان. حالا حساب کنید با این قیمتایی که الان یه کوچولو بهتون گفتم تو این رستوران، از این مدل رستوران ها خیلی زیاده تو این محله شبیه این. واقعا چه کسایی میتونن برن اینجا بخورن؟ حالا از رستوران این چیزا بگذاریم. هزینه باشگاه بدنسازی شهریه 1 سال نامحدود 190 میلیون تومان، وی آی پی 150 میلیون تومان. حالا فرق سی آی پی و وی آی پی رو در ادامه بهتون میگم. شهریه 6 ماه 90 میلیون، شهریه 1 ماه 15 میلیون تومان. واقعا اعداد رو دیدید. حالا فرق سی آی پی و وی آی پی در اینه که تو وی آی پی حوله شخصی و خشکشویی و سرویس حمام و کمد اختصاصی و استخر و سونا و سوناخوش و جکوزی و استفاده از تمامی شعب این باشگاه رو میتونید انجام بدید. تو سی آی پی علاوه بر اونایی که بهتون گفتم، ماهی 1 بار ماساژ هم دارید، ماهی 1 بار آرایشگاه هم دارید، ماهی 2 بار مهمون هم با خودتون میتونید ببرید و استفاده از تمام شعب هم فعاله. واقعا میبینید چه جوریه اینجا. یه چیز دیگه که این باشگاه رو خاص میکنه اینه که همه افراد خاص اونجا با هم دیگه ملاقات میکنن. یعنی ممکنه خیلی از این اتفاقات یا
به قول خود معاملات میلیاردی و مولتی میلیاردی همونجا کنار این افراد خاص کنار هم به وجود بیاد. اینه که این شرایط این باشگاه رو یه جورایی خیلی خاص کرده با اون قیمت‌های نجومیشون. یه محله دیگه تو غرب تهران در ادامه، ببین اونجا واقعا چه خبره؟ اونجا مثل همینجا پر از رستوران لاکچری هست یا نه؟ با هم دیگه بریم داخل یه دونه از این سوپر گوشتایی که توی یکی از محله‌های غربی شمال غربی تهران وجود داره، سمت سعادت آباد. با هم دیگه بریم داخلش ببینیم قیمت گوشت و خرید مردم تو اینجا چطوریه. یعنی همون جوری که ما میتونیم قدرت خریداری اینا هم دارن. همه چیز اینجا پیدا میشه، از هر مدل جوجه و گوشتی که شما تصورشو کنید. حالا قیمتشو با هم دیگه یه لحظه نگاه کنید. الان اینجا زده جوجه زعفرانی کیلوی 249,000 تومان، استیک بوقلمون 441,000 تومان، شنیسل مرغ 279,000 تومان. میدونید که قیمت مرغ تقریبا بین 70 خورده تا 80 خورده. یاره حساب بکنید چند برابر گرونتر از مرغ فروشی معمولی تو سطح شهر. خیلی چیزا اینجا فرق میکنه. هر نوع قیمتی که شما تصورشو کنید اینجا متفاوته. حتی گوشتی که خیلی همون مصرف نمیتونین دیگه بکنین. الان اینجا داده چنجه راسته گوسفندی کیلویی 997,000 تومان، 1,000,000 تومان. فیله گوسفندی 997,000 تومان. تقریبا خیلی از قیمت گوشت رو 900,000 تومان یا همون 1,000,000 تومانه، در صورتی که الان دیگه قیمت گوشت گوسفندی بین 500 تا 600,000 تومان تو سطح شهر. خیلی قیمت ها با هم متفاوته. درسته هر قشری نمیتونه اینجا زندگی کنه، هر کسی نمیتونه اینجا خرید کنه. بالاخره حال و هوایی که اینجا شما دارید میبینید کاملا متفاوته با سطح شهر. با هم دیگه بریم داخل یه سوپر میوه دیگه که هر میوه‌ای که شما تصورش کنید داخلش پیدا میشه با قیمت‌های خیلی خاص‌تر. با هم دیگه بریم داخلش. خرمالو کیلویی 109,000 تومان. یه گوجه خیار رو میبینید دیگه. اینجا حتی دستکش گذاشتن واسه آدمایی که میان اینجا میوه‌شون رو میخوان بردارن. دستکش پلاستیکی حسابی کار خوبیه، ولی خب همه جا نیست. کیوی تو شوک 98,000 تومان. یه چیز جالب که اینجا من نظرمون جلب کرد، گوجه فرنگی در صورتی که الان خیلی هم گرون شده به خاطر کم بودش، ولی اینجا کیلویی 98,000 تومان یه کیلو گوجه فرنگی. واقعا مگه میشه؟ گوجه فرنگی گلخونه‌ای. خیار کیلویی 53,000 تومان. قیمت ها همه چندین برابر بیرونه. پسته تازه کیلویی 565,000 تومان. شما تصور کنید که یک کارگری که بین 8.5 میلیون میگیره یا کارمندی که 12 میلیون بیشتر درآمدش نیست یا 15 میلیون. کارمنده معمولی رو میگم، کارمنده خیلی خاص رو میگم. الان این اسلایس های میوه رو میبینید، همین اسلایس میوه 788,000 تومان همین که روبروتونه قیمتشه، تقریبا 1,000,000 تومان. 1/8 حقوق یک کارگر. واقعا قیمت ها اینجا نجومیه. این میوه هندوونه تقریبا 128,000 تومان 8 تا تیکه‌ای که قاچ کردن. واقعا خیلی گرونه. تمام این میوه‌هایی که اینجا تو دسترستونه قیمت ها همه نجومیه. رستوران لاکچری هست یا نه؟ دقیقا اومدیم غرب تهران، شهرک غرب. اینجا هم جزء محلهاییه که خیلی از عزیزان میشناسن، جزء لوکس هست. همین رستوران میبینی یه منوی جالب داره. سالادش 500,000 تومان، 570,000 تومانه. 2 دنده 4 دنده جزء منوهاشه. 4 دندهش 3,700,000 تومانه. 2 دندهش 2,700,000 تومانه. واقعا قیمت کافه ها و اینجور چیزا تو این محلات سر به فلک میکشه. میگم خیلی از این جوانایی که اینجا میبینید به نظر نمیاد که خودشون پول اینجور هزینه رو میدن. اکثرا پدر مادرای پولداری دارن یا ارثای کلونی بهشون رسیده تو اینجور چیزاست، وگرنه هر کسی که اینجور پولا رو در بیاره به ذره بیشتر قدشون رو میدونه. شاید من اشتباه میکنم، شما عزیزان بگید، شما بیشتر عزیزان میتونید این
کمک رو به بنده بکنید و بگید واقعا چه چیزی اینجا باعث میشه که این عزیزان اینجوری راحت بتونن دلخرجی کنن و اصلا نگران بعدشون نباشن. اومدیم داخل خود شهرک. اینجا پر از خونه‌های ویلاییه ولی مثل خونه‌های لواسون نیست. میدونید چرا؟ چون اینجا قیمت خونه ها از متری 150 تا 300 350 نهایتا 400 میلیون. مثل لواسان تا 1 میلیارد و 200 نیست بابت هر 1 مترش. نگاه کنید الان خونه ها رو میبینید اینجا ولی نگهبانی خیلی قوی داره. حتی به من خیلی گیر دادن که اومده بودن اینجا واسه ویدیو گرفتن، نمیذاشتن خیلی وارد شهرک بشن. الان دقیقا متری اینجا 250 میلیون هستش، یعنی یه ویلای 1000 متری تقریبا در میاد 250 میلیارد تومان. برج میلاد هم که دارید میبینید و خیلی وقتا دنیای این عزیزان با دنیای ما کاملا متفاوته، یعنی هیچ مدل با هم نمیشه قیاس کرد. ببین اینجا یه دونه نگهبانیه، دست راست من باز یه دونه نگهبانیه، جلوتر باز یه دونه نگهبانیه، یعنی مثلا هر کوچه‌ای که تو اینجا هست یه نگهبانی جدا گذاشتن. اومدیم داخل پاساژ مهستان. میدونید تو شهر که خب جزء پاساژهای خیلی معروف و قدیمی هستش دیگه. خیلی از این بچه‌هایی که این دور اطراف هستن، حتی بعضی موقع بچه‌های پایین‌تر هم میان اینجا برای تفریح و یه جورایی دیدن این مرکز خرید آدماش و اون حال و هواش، و پر از رستوران‌های نسبتاً معمولی تر اینجا. یعنی نمیتونم بهتون بگم خیلی لاکچری و سوپر میلیاردری، یه جایی که باز به نسبت برای ما بچه پایینا گرونتره ولی خب برای اینا یه جوری معمولی تر. با هم دیگه الان میریم تو فضای بیرونیشو میبینید چه خبره. حتی اینجا راحت برای خودشون پیانو میزنن. یه دنیای دیگه اینجا وجود داره. بریم بیرون اینجا رو ببینیم. الان دقیقا اومدیم بیرون فضای این مرکز خرید قدیمی. میبینید با این حال که یه وسط هفته است من انتخاب کردم، خیلی از این عزیزان نشستن و حالا کنار هم دیگه وقتشون رو میگذرونن. یا خیلی دوستان خودتون بگید که تفریحاتی شما میدونید. حالا کاری ندارم به اسکی سواری یا فصل سرما هم که داره میاد و جزء ورزش‌های خیلی گرون به حساب میاد. که یه دسته کامل داره بالای 300 میلیون البته جنس خوبش. آوردمتون دقیقا نوک لواسان یا لواسون. اینجاست که بهتون میگم مولتی میلیاردرها و تریلیاردرها ممکنه اینجا زندگی بکنن که 100% اینجا زندگی میکنن. چرا ویلاهای اینجا از متری 500 میلیون شروع میشه تا 1 میلیارد 1 میلیارد و 200. حتی اون شهرک باستیلزی که یک لحظه بردمتون داخلتون واقعا نمیشد پیاده شم اونجا و فقط میتونستم به صورت سواره براتون ویدیو تهیه کنم. این قسمت دقیقا اطراف همون شهرک هستیم. اینجا هم پر از ویلای شیکه، پر از ویلای گرون قیمته که هر کدوم میلیاردها میلیارد ارزش داره. چرا که خیلیشون متراژشون بالای 1000 متر 2000 متره. دیگه حساب بکنید با متری حتی 500 میلیون چه اعداد نجومی در میاد و چه قشر خاصی میتونن اینجا زندگی کنن. اصلا چرا باید این نقطه انقدر گرون بشه؟ صد البته به خاطر آب و هوای خیلی خوبش از قدیم معروف بوده دیگه. هنوزم میتونید ببینید با این حال که تهران این همه آلوده است، با چند قدمی شاید با 20 دقیقه رانندگی شما میرسید به این آب و هوا. الان دقیقا فصل پاییزه، یه جورایی خزون درخت هاست. فرض کنید همه این درخت ها سرسبز تو این خیابون، ببینید چی میشه. از هر چی که بگم در مورد محله کم گفتم. حتی روی این در نوشته این ملک فروشی نیست. چرا؟ چون انقدر میان میپرسن که چرا این ملک فروشی هست یا نیست. الان تو این پیاده رو برداشتن کود ریخته، یعنی کود باغچه این داخل این خونه رو ریخته تو این پیاده رو و خیلی جالبه.
برای خود یه بوی نسبتا نامطبوعی هم داره میاد، به خاطر اینکه این کود رو ریختن اینجا. میبینید به جای اینکه داخل خود ویلا دپو کنن، بیرون ویلا تو پیاده رو دپو میکنن. خیلی جالب بود برام این قضیه، برای این محله خیلی عجیب غریب بود. هر طرفش رو که نگاه میکنی یه حس حال قشنگی داره. من نمیدونم چی بهتون بگم بابت این همه ویلاهای گرون قیمت و زیبا. البته بریم یه نقطه دیگه این شهر ویلانشین. واقعا خیابونای پهن و خلوتی داره دیگه، چون حساب کنید تو کل خیابون به این بزرگی نهایتا مثلا 10 تا 15 تا ویلا بیشتر قرار نداره. همه ویلا هم که به یه جوری ساخته شده که فضای جلوشون همه حیاط و اون پشت برای خودشون ساختمان‌های فوق لاکچری دارن با بهترین امکانات و هر چیزی که شما تصورشو کنید اینجا پیدا میشه، چیزی که حتی نسبت به دنیا بروزترینه. حتی این زمین خالی رو میبینید بین این دوتا ویلا، مسلما مال یه شخصی هستش که حالا فعلا نساخته، یا این زمینای خالی که این وسط قرار دارن. این ویلای فوق لاکچری که حالا تو تصویر خودتون بهتر از من دارید مشاهده میکنید، یا هر کدومش میلیاردها میلیارد میارزه. این در مورد چرا بعضی از آدم این همه دارن و خیلی از عزیزانی که ما میشناسیمشون نون شب ندارن. این فاصله طبقاتی واقعا انصاف نیست از دید من. البته یه سکوت و آرامش عجیبی توی این محله ها رو میشه احساس کرد. همین ویلاها رو میبینید شاید موقع شب یا تایم های خیلی خاص، صدای موزیک، پارتی های خیلی خاص، هر چیزی که شما فکرشو بکنید تو اینا اتفاق میفته و هیچ کسی ممکنه مطلع نشه. خودتون دارید میبینید فاصله که از خیابون داره و فاصله که از شهر داره و آدمایی که این اطراف زندگی میکنن میتونن راحت بهترین نوع پارتی ها و بهترین جشن رو بگیرن و هیچ مشکلی برایشون به وجود نیاد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.